سلام بچه ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. ساعت 3 ما میخوایم بریم شمال. منتظر بابای شاهانی. تادا اومد و الان اول شهریاریم. اینطور که میبینید خیلی خوشحالیم، داریم میریم. اینجا جواد گفتش که از اینجا هم فیلم بگیرم که نشون بدم اول راهیم. خب اینجا شاهانو میبینید که خیلی خوشحال بود، تو پوست خودش نمی گنجید. همش میگفت کی میرسیم، از همون اول میگفت کی میرسیم. هی خدا. بهش میگفتم که یه جا وای ازت عکس بگیرم، وای نمیستاد، اذیت میکرد، نمیشست یه جا. اینم بازیگوشی شاهان دیگه. اینم شلوغیای اندیشه است. تقریبا افتادیم تو جاده. بله، پراید همیشه در صحنه رو داریم. تو تونلیم. اینجا با موزیک و آهنگ بودیم. شاهانم خیلی داد میزد. بله، اینجا شاهانو مشاهده میکنیم که داره جیغ میزنه تو تونل. کلا این بچه خیلی خوشحال و هیجانی بود. اینم جاده بود. خیلی ترافیک کم شده بود یعنی، ولی اون طرف اون لاین کناری خیلی شلوغ بود، داشتن برمیگشتن. ما طوری رفتیم که ترافیکی نبود. اینم سویتمون که رسیدیم. صبح اون شبه که از خواب بیدار شدم، ظرفای دیشبم نشستم. شاهانم که داره بازی میکنه. اینم ویوی کامل از سویت. از پله بالا میریم. درخت پرتقال بود. حالا خودمو مشاهده میکنید که سلام. اینطوری بود سویتمون. با اینکه تو روستا بود ولی خیلی قیمت‌های خوبی داشتن سویتا و مرتب بود، تمیز بود. نسبت به جای دیگه که رفته بودم خیلی تمیزتر بود. خلاصه که اینم شاهانه. میخوایم اینجا بریم دریا و خیلی خوشحال ترینه. خوشحال شدی شاهان رفتی مسافرت؟ آره. بله. اینجا شاهان رفتش. تادا، رسیدیم دریا. این آقا هم که باید از من ویدیوی من رد می شد. شاهانم اینجا می بینید که با وسایل بازیش اومد و تو دریا جا گذاشت. متاسفانه وسایلشو گم شد. اونجا دریاش نمیذاشتن شنا کنیم، مجبور شدیم بیایم این طرف. دریای اسمشو یادم نیستش. ابریاباده. اینجا بابای شاهانه میبینید که داره میره با شاهان آبتنی کنن و یه جورای سولاریوم برن. آره ما سه شاهانم که خوشحال ترینه داره میره دریا. خیلی دریا رو میبینم حالم خوب میشه. اینجا هم که رفتن تو آب و اینجا خیلی خلوت بود. ساعت 1 ظهر بود ما اومدیم و این دخترم حتما باید میرفت تو دریا که فیلم من خراب کنه. بله، اونجا میبینید شاهانو که داره باباش آبتنی میکنه. بله، اینجا هم همینطور. گفتم یکم از دریا بگیرم.
خیلی دریا قشنگ بود. منم داشتم اینجا صدف جمع می‌کردم و به دریا نگاه می‌کردم و خیلی اینجا منتظر شدم. اینجا یک هاپو هم من دیدم، واقعا ترسیدم، جیغ زدم. همونجا اصلا ندیده بودمش، پشتم نشسته بود و خیلی ترسیدم. خب یه کمی دریا رو ببینید و لذت ببرید. خیلی به من خوش گذشت واقعا، یعنی بهترین سفر عمرم بود که رفتم. دریای عزیزم، دوست داشتم توی وسط ویدیوم فقط دریا رو داشته باشیم. انقدر که این ور اون ور رفتن اومدن من مجبور شدم اینجا رو کوچیک بگیرم. این دوتا آقا هم داشتن از خانوماشون بد میگفتن، صداشون کامل واضح میومد. خجالت هم نمیکشم. اونجا شاهان و بابای شاهان اون دور میبینین که دارن بازی میکنن. مستره جانم. اینجا هم بعد دریا خیلی حسابی شاهان خسته شده بود و اومدیم رستوران. شاهان حوس قیمه کرده بود و اینجا داشت میگفت که خیلی به من خوش گذشته، دوباره هم بیایم خونمون رو بیاریم اینجا. غذامون رسید، دوباره راه افتادیم سمت سویت که استراحت کنیم که بعد از ظهر باز بریم بیرون. بریم دریا. نه چیز کنیم. اومدیم بیرون از سویت، اومدیم آش بخوریم. آشش زیاد خوشمزه نبود، نخوردیم. و اینجا کلی مغازه داشتن که آش و باقالی و اینا داشتن. بعد از آش اومدیم، شاهان گفت من اسب سواری میخوام بکنم. ما هم دیگه رفتیم اسب سواری. بعد صاحب اسبم اصلا اعصاب نداشت، یه اتفاقی برای خودش و خانواده‌اش افتاده بود، حالش خوب نبود. ولی شاهان اینجا میبینید که خیلی خوشحاله باباش. اولین تجربهش بود. اینجا جواد گفتش که بابای شاهان گفتش که منم بعد ازم فیلم بگیری، سوار اسب شدم و من تاریک بود گرفتم. بله این بابای شاهان هستش که گفت از منم فیلم بگیر. بله اینجا اومدیم سینما 3 بعدی، یعنی 7 بعدی. خیلی 2 تا فیلم نگاه کردیم، خیلی هیجان انگیز بود و من همش جیغ میزدم دیگه، صدای جیغامو برای شما نذاشتم. ولی این فیلم شماره 6 بود که انتخاب کردیم، ترن هوایی بود. و اینجا شاهانا جواد رو میبینیم که دارن میخندن. خیلی فیلمش هیجانی بود بچه‌ها. یه قسمتش رو گذاشتم ببینیم که چقدر هیجان داشت. این فیلم اولش بود که گذاشت، یکی دیگه هم تو جنگل. اینم صبح همون روزی بود که رفتیم شب دریا و شهر بازی. ماشینمون تنظیم باد نداشت، اومدیم تنظیم باد. اینم از مغازه که خیلی آقای خوش برخوردی بودن و کار ما رو خیلی سریع راه انداختن. دوباره اومدیم همون رستوران چون واقعا غذاش بی‌نظیر بود. رستوران ناز خاتون توی ساری بود، خیلی خوشمزه بود غذاش. دوباره بعد از نهار اومدیم دریا که شاهان با دریا خداحافظی کنه، بعدش هم راه بیافتیم.